نوبت‌های دراز در نزدیدر اداره مهاجرتی روسیه در دوشنبه یک منظره عادی است. در اینجا بار نخست در ایزه می‌سپارند و صحبت می‌گذرانند. تنها از اول امسال بیشتر از 8000 نفر تاجیکستانی اینجا آمدند. می‌خواهند همراه با اهل عائله به روسیه کوچ بندند. به حساب میانه یک عائله تاجیک از 5 تا 8 عضو دارد. پسرم در صنف نهم می‌خواند و استاد ورزش عاید به یک حربه شرقی است. می‌خواهم در آنجا منبع رشد کند. می‌خواهم فرزندانم در آنجا تحصیل کنند، تمرین کنند و با اختصاص خود فعالیت کنند. پیش از همه برای تعلیم فرزندانم و بهتر کردن شرایط زیست خود می‌روم. میخواهم با پدر و مادرم به روسیه بکوچم. هدفم پیش بردن تحقیقات علمی است و همین گونه میخواهم برای زندگی و کار در روسیه بمانم. از شماری آنهایی که همه دوره‌های سنجش را گذشته برای کوچ بستن عریضه می‌دهند تنها 4%شان به این موفق می‌شوند. باقی به طلبات برنامه جوابگو نیستند. زبان روسی را درست نمی‌دانند، معلومات عالی و تجربه ضروری ندارند. اما بسیاری ها بنابر سبب دیگر به برنامه شامل نمی‌شوند. وقتی آدمان برای صحبت میآیند بیشترشان میگویند که میخواهم شهروندی روسیه را توسط این برنامه بگیرم، اما این هدف برنامه نیست. به همین منوال ما آنهایی را انتخاب میکنیم که هدف دارند کوچیده در روسیه مقیم شوند و در آنجا کار و زندگی کنند، نه اینکه با شناسنامه روسیه برای کار به این کشور روند. شناسنامه روسی به مهاجران کاری برای آن ضرور است که هنگام کار در روسیه به گرفتن پتنت نیاز نداشته باشند. همچنان میخواهند از حقوق شهروندی روسیه بهره شوند، معاش را سری وقت بگیرند، شرایط خوبی کاری داشته باشند و فریب نخورند. خامتانا короче. جونبورا رفتن نیستین تو. دل نه ولی همون نشدم. 7 روز 26. ای خیلی چقدر بیزام بودیم رفتیم. از زن گوداگمون همینجا رواد میکنیم میگردیم. کیدا تایق بسیارش. سومی حلال نمیتن. ایجاد همینجا خوبه که از او بوشگر خیلی کار میکنین همینجا وقت دو ایجاد ما بخدا همینجا سوز کار میکنن. برای چی پول تنمیتن؟ کار میکنن نمیتن تمام. هر سال شماری خواهشمندان کوچ بستن به روسیه که به مقامات مهاجرت این کشور مراجعت میکنند 10-15% بیشتر می شود. ما مجبور شدیم رژه کاری خود را تغییر دهیم تا کمی وقت بیشتر برای مراجعت کنندگان جدا کنیم. روی خطگیری را از ماه اوگوست شروع کردیم. این بر ضمن روی خطهای پیشین است. هر ماه حدود 120 نفر به ما مراجعت میکنند. شهروندان تاجیکستان امکان صاحب شدن به شهروندی روسیه را نه تنها توسط نهادهای دولتی میجویند بلکه به شرکت‌های خردی کاردهنده نیز رو می‌آورند. بسیاری ها به دست یافتن به شهروندی روسیه توسط کار توجه ظاهر میکنند. ما در این بابت با مقامات مهاجرت تاجیکستان همکاری داریم تا اینکه شخص به جای کار تامین شود قانونی فعالیت داشته باشد. تنها در همین صورت او در نهایت میتواند صاحب شناسنامه شود. به اطلاع وزارت امور داخلی روسیه بیش از 1,300,000 نفر تاجیکستانی ها در آن کشور زندگی دارند. کسی به مقصدی تحصیل آمده است. در این میان آنهایی که با شرطنامه کار میکنند هستند. سیاحانی که 2 شهروندی دارند نیز کم نمی باشند. اما بیش از همه مهاجران کاری هستند که از 500,000 نفر بیشترند. اما آمار دقیق وجود ندارد. مقامات محلی آمار را کم نشان میدهند. مقامات روسیه باشد برعکس.